من هیلو هستم و امروز قراره بگم چطوری میتونید توی 30 روز آیلتس بخونید و بدون کلاس نتیجه بگیرید. اگه وقت یا پول کلاس رفتن ندارید ولی هنوز میخواید آیلتس رو بهتر کنید، این ویدیو مخصوص شماست. من امروز یه پلن 30 روزه میدم که میتونه نجاتتون بده. خیلی‌ها میگن آیلتس بدون کلاس غیر ممکنه، ولی باور کنید نه پول میخواد نه استاد هری پاتر، فقط یه برنامه‌ریزی دقیق و دیسیپلین. پس تا آخر این ویدیو با من بمونید چون پلن 30 روزه رو کامل بهتون میدم. بخش 1، واقعیت آیلتس بدون کلاس. اول بذار واقع بین باشیم. آیلتس بدون کلاس سخته ولی نشدنی نیست. فرقش اینه که شما باید خودتون نقش استاد رو برای خودتون بازی کنید. یعنی هم منابع رو انتخاب کنید، هم زمان بندی کنید، هم خودتون رو چک کنید. ولی خبر خوب اینه که همه چی آنلاین هست، کتاب‌ها، ویدیوها، اپلیکیشن‌ها. فقط لازمه درست استفاده کنید. بخش 2، پلن 30 روزه. هفته اولش چیه؟ آشنایی گرم کردن. هر روز یه تست لیسنینگ کوتاه مثل BBC English Learning یا کمبریج. مورد بعدی، ریدینگ ساده از متن‌های خبری یا کمبریج بوک. لغت‌های پایه با فلش کارت مثل کویزلت یا انکی. تمرین اسپیکینگ پارت 1 فقط با گوشیتون خودتون از خودتون سوال بپرسید و ضبط کنید. هفته دوم، ورود به اسپیکینگ و رایتینگ تسک 1، هر روز یکی بنویسید، بعد مقایسه کنید با نمونه جواب تا بتونید خودتون رو محک بزنید. اسپیکینگ پارت 1 و 2، جواباتون رو زماندار ضبط کنید. لیسنینگ روزی 30 دقیقه از آیلتس پادکست یا تد تاکس. ریدینگ هر روز حداقل یه پسیج از کتاب کمبریج. هفته سوم که سنگین ترین هفته است. رایتینگ تسک 2، هر روز یه اسه کامل. اسپیکینگ پارت 2 و 3، تمرکز روی جواب‌های طولانی‌تر و ساختارمند. تمرکز روی لغت‌های آکادمی. تست‌های ریدینگ و لیسنینگ زماندار مثل آزمون واقعی. اینجوری دیگه نگران اینم نیستید که یه موقع توی آزمون بخواید وقت کم بیارید. هفته 4، شبیه سازی آزمون. هر 2 روز یه ماک تست کامل. تمرکز روی مدیریت زمان که خیلی مهمه و اصلا نباید ازش غافل شید. مرور اشتباهات اسپیکینگ و رایتینگ. ضبط کامل شبیه سازی اسپیکینگ و گوش دادن به خودتون برای اصلاح. بخش 3، منابع پیشنهادی. کتاب‌ها کمبریج آیلتس سریز، سایت‌ها آیلتس لیز، آیلتس سایمون، اپلیکیشن‌ها السا سپیک، گرامرلی و انکی. خب بچه‌ها، اینم از پلن 30 روزه آیلتس بدون کلاس. یادتون باشه کلید موفقیت توی خودخوانی ثباته، یعنی حتی اگه روزی 2 ساعت بخونید باید هر روز بخونید. اگه هنوز 0 هستید، ویدیوهای قبلی من رو ببینید. یکی از ویدیوهام در مورد اینه که چطور آیلتس رو از 0 شروع کنید. اگه این پلن بهتون کمک کرد حتما یه لایک و کامنت انرژی بخش برام بذارید. یادتون نره که نظراتتون رو برای من کامنت کنید، خیلی برام مهمه و بهم کمک میکنه چجوری پیش برم و ویدیوهای بعدی رو بسازم. تا ویدیوهای بعدی موفق باشید و آیلتس رو بهتر کنید. فعلا خدافظ.